مدیر یک سالن زیبایی به ما مراجعه کردند و مشکلشون این بود که جذب مشتری خوبی دارن، در منطقه خوب شهرشون هم هستن، پرسونل آپدیت هستن و از مواد برند هم دارن استفاده میکنن، اما مشکل اینه که 60% از مشتری هاشون بر نمیگردن. خب تیم ما یه بررسی رو انجام داد و خب ما در مدل 600 درجه 278 تا پارامتر سالن زیبایی رو بررسی میکنیم که 4 تاش صرفاً در مورد کیفیت هست. راهکارشون هم اتفاقاً توی همین 4 تا پارامتر بود. از نظر خودشون مشتری بابت کیفیت مواد و کیفیت کارشون باید برمیگشت، اما از نظر مشتری 12 دلیل وجود داره که اگر اونها توی ذهنش تیک بخوره برمیگرده. 4 تا پارامتر کیفیت شامل کیفیت آماده سازی، کیفیت اجرا، کیفیت مواد و از همه مهمتر کیفیت ادراک شده است که هر کدوم از اینا باز خودش شامل 3 تا زیرشاخه میشه، یعنی مجموعاً میشن 12 تا. خب آرزویابی انجام شد، مدتی خودشون و پرسنل آموزش دیدن و این 12 مورد رو انجام دادن. بازخوردی که ما در بازه 6 ماهه گرفتیم، بازگشت مشتریاشون 30% افزایش پیدا کرد. اگر میخواین کامل به همراه مثال کل پارامترهای کیفیت رو یاد بگیرین، وایس اونو داخل کانال تلگرام قرار دادم، میتونین گوش کنین و این رو بدونین عزیزان، مشتری ها با تخفیف بیشتر بر نمیگردن، با ارزش ادراک شده بیشتر هست که برمیگردن.